دارم آب کاراملی میخورم. خارجی ها واسه این دسر ژاپنی $100 یعنی 5 میلیون تومان پول میدن. حالا من رسیپی دقیقش رو در آوردم، میخوام بهتون یاد بدم با 5000 تومان درستش کنیم. خیلی باحاله. 1 لیوان آب، پودر آگار و شکر. وقتی ریز جوش زد میریزین توی ماسخوری و میذارین توی یخچال. بهش میگن کیک قطره بارون. خیلی بافت جالبی داره. اصلا بافت شبیه ژله نیست و قشنگ انگار داری آب میخوری. یه بافت خیلی عجیبی داره. خیلی راحت از ظرف برمیگرده، نیاز به چرب کردن هم نداره. حتما باید یک بار امتحانش کنی. با سس کارامل طعمدار میشه چون خودش طعم خاصی نداره و بافتش عجیبه. فقط سس کارامل رو میریزی روش و اینجوری میخوریش. واقعا انگار داری قطره بارون و آب میخوری، تو دهن آب میشه. نگاه. فالو کن گمم نکنی.